سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. بازم معرفی فارم داریم. چه فارمی؟ ببین، میلیونی به پول خودمونا، به پول توی بازی نه، واسه ویدیوهای دیگه توهم زده بودید و این داستانا. به پول خودمون میلیونی درار، یعنی عدد بهتون بگم مغزتون سوت میکشه. قبل هر چیزی میخوایم یه ویدیو از 14K ببینیم، خب راجبش نظر بدیم، بعد بهتون فارم میگم. حالا این وسط این چنل دیسکورد ما اکثرا توش جوینید، اگه نیستید عضو بشید. ما خب کلی خدمات بهتون میدیم، از خرید و فروش سیلور آلبیون گرفته تو 2 سرور ایست و وست، خرید گیم برای استیم، حالا بتل نت، گیم تایمش، حالا اگزیت لگ، گراف بوستر، خرید فروش اکانت آلبیون و حالا خیلی چیزای دیگه. لطفاً حواستون به انانسمنت سرور باشه. و خب مرسی که تا اینجا با ما همراهی میکنید. لایک و ساب فراموش نشو. بریم برای ویدیو. خب کدوم بازی آنلاین بیشتر درآمد دلاری داره؟ تو تامنیل که اومده آلبیونو، دراگون فلایت، لیچ کینگ و دیابلو رو زنده. حالا از اینجا بریم ببینیم. قوی ندارن گیم آلبیونه. به نظرم گیم بدی نیست. من دیدم بچه‌ها حدوداً بین ساعتی 1 میلیون تا 2-3 میلیون گلد اونجا فارم میکنن. هر 1 میلیون گلدش هم بین 20,000 تومان تا 40,000 تومانه، و بستگی به سرور قیمت کار ریدن و ساعتی بین مثلا 30,000 تومان تا 60-70,000 تومان شما میتونید اونجا فارم کنید، که به نظر من خوبه واسه یک گیم مجانی که ضعیفم هست. حالا شما چقدر اطلاع دارید در موردش؟ من چقدرش اتفاقا با بچه ها رفتم پلی دادم اونجا. یه خیلی چی بگم ایشونو من قبلش معرفی کنم. پارسا از کانال بافنا، پارسا بود اگه اشتباه نکنم. آره گل اسم کانالش بافنا. خب ببینیم چی میگه بهمون. حالی که داره یه سری مناطق هستن بهشون میگن بلک زون، مناطق سیاه. بعد اونجا آدم میتونه بره راهزنی، یعنی مثلا 20 نفر جمع میکنیم، یکی داره رد میشه میزنی و تمام آیتمایی که دارن هم برمی‌داری. خیلی لاشی همین برعکسش هم هست دیگه، یکی تو رو راهزنی میکنه. آره اصلا لاشی بازی نی. این طبیعت این گیمه، همه چی رو پی وی پی میچرخه. شما وقتی ورود میکنی به اون مپا دیگه ریسک اینا رو به جون بخری. البته خیلی به نوب بودن و نبودن اون احمقی که حالا شما نه، اون احمقی که باشه میذاره اونجا تاثیر داره، زنده مرده بودنش. آره اینش بده ولی باحاله این داستانش. یعنی اگه مثلا راهزن حرفه‌ای باشی چه بگم، نه مثل وولف خوبه فاکینگ یا کلا هورده کلا الایسه. خب چیکار کنیم؟ کانتنت چی داریم تو مپا؟ خب یه آرنا داریم، یه دونه بتل گراند داریم. خب دیگه پی پی دیگه نداریم، تموم شد. الان من دیگه منو پاره میکنن بعضیا، حالا این حرفا میزنم پی وی پی وولف خداست. آقا هر کی اعتراض داره من باز نمیکنم بحثو. بیاید راجع به این صحبت کنیم. وولف پلی را بیام با من آلبیون پلی راجع به این بحث کنیم. آقا منطقی بهش جانن. من بگم بشینیم با صحبت کنیم. آقا اصلا 14K میخواد یقه منو بگیره، بیاد بگیره. ایشونه بیاد یقه منو بگیره. هر کیا میگه آقا میگه وولف پی پیش خودش بیاد بگه. ما نمیگیم بده. من که حال نکردم باش. حالا از آلبیون نشون میدم، وولفم که اکثرا میدونید. بریم حالا ادامه رو گوش کنیم. اون روز داشتم حالا گوش میدادم، گفت مثلا راستن ایرفیس 40 نفره بعضیا میبرن و مثلا روزی 500 میلیون راحت میزنن نفری. چیز خیلی عجیب غریبی عدده یه ذره برام گنده. 100 میلیون گلد یعنی 500 تا 20,000 تومان هم بگیری روزی 1 میلیون تومان. بیشتر و کم گفتم تو خلا. اینجا خب فورسی که اشتباه حساب کرد. ما حساب کنیم آقا هر 100 میل خب ما میلی 21 میخریم، میفته 200. بذار حساب کنم 100 ضرب در 21 به 2 میلیون و 100 ضرب در 5 کنیم 10 میلیون و 500 شما روزی میتونی بزنی. خب اوکی، یعنی هر 2 ساعت هم 50 میلیون بزنی. که حالا من میگم چه جوری داستان اینا. عددو دارید خدایی 10 میلیون و 500. چی میخواید دیگه؟ وو به درد نمیخوره آقا. من همینجا میگم وو آشغاله. چرا وو فره دالیون پلی بدید خدا.
ادامه‌اش هم گوش کنیم خیلی داره جذاب. آلبیون هم هست. حالا من لینک کانال های آموزش فارسی یوتیوب یکی دو تا هست تو دیسکریپشن میذارم، اپاسیت آلبیون بازی کنید. آلبیون از این نظر که مجانی سیستم قوی نمیخواد، از این نظر خیلی خوبه. اگه دوست داشتید میتونید امتحان کنید. حالا فردا هم چیزی فکر کنم در مورد آلبیون. من چرا این ویدیو رو پر کردم؟ دلیلش چی بود؟ اولا که اون اولین ویدیویی که من با 14 کلی دادم، خب علی جان یه دو قبلا ویدیو دیگه داده بود با شایان بود، بعد حالا یه سه چیزا گفته بودن، حالا از تایمش گذشته بود یا حالا از نظر من و بچه‌ها خب رو مخ بود. خب حالا شایان شاید بد رسونده بود چیز مطلب و حالا بگذاریم. من رفتم به علی گفتم، علی اومد گفت آقا بیا چیز کنیم، اگه بلدی گیم بلدی بیا ویدیو بگیریم، که نتیجه شد اون ویدیو قبله، چند تا ویدیو قبله. ورسا ما گرفتیم اومدیم گفتیم یه سری ابهامات رفع شد. خب یه سری کلا نیو پلیر اومد، کلی اتفاقات افتاد، کار ندارم. ولی اصلا خب بعدش 14K اومد ویدیو رو داد، علی جان من نقد کنم، حالا ما رو شاید موقع قابل ندونستی، حالا اما بخوای بیایم راجع به حداقل خود آلبیون نظر بدیم، حالا ما که ادعایی تو این سه تا گیم دیگه نداریم، اصلا ما نه به شایان میگفتی. خب حداقل شایان میومد باز اینجا اصلاحش میاد که انا اصلا آقا نوش جونت داری که زحمت میکشید. 5500 دوباره این ویدیو خورده و خب یه سری نیو پلیر رو دوباره باز به اشتباه میندازه. این انا شده دوباره برام موزل. خدا نمیدونه اون عذاب انگلیسی زحمت میکشید اینجا. خلاصه آره، اگه آقا راجع به چیزی نمیدونید خواهشاً نیاید همینجوری نظر بگید. من رفتم چنل خود بافتار رو دیدم، یعنی سرچ کردم توی تاپ ها می آوردی که ویدیوها که راجع به آلبیون داشت نظرش رو میگفت. خب حالا من همینجوری بهش میگم مستقیما، من به شایانم همینجوری گفتم من شایان داشت هیتت میدم. خب هیترت هم به این دلیل خیلی هم محترمانه محترمش گفتم قبول کرد. حالا خودش میدونه، من بهش گفتم آقا مثلا شما میای برای نیو پلیر ویدیو میذاری، آدم که کانتنت میذاری داری زحمت میکشی، خب کار نداره، تی وی پیت اوکی آقا دمت که ما حال میکنیم. ولی اون نیو پلیر خب فقط اینه ببین زد طرفو کشت، چقدر باحال، من برم این بیلدو ببندم، انقدر هزینه کنم دیگه میافتم تو پی وی پی و آره دیگه میلیون من پول در میارم. نه آقا اصلا این نی. تو ووش هم این نی. تو ووش هم خب دیگه میگم آیا الان گیناس 70 تومنه، خب روزی روک با روک ما داریم 5K 10K میزنیم، خب روزی 400 تومن اصلا فوق ایوالو روزی 400 تومنه دیگه. یارو بهت نمیاد بگه تو هفته بعد 4 نفر رو خف کنی که برات اونجا رو بزنن، جی اس ات باید اوکی باشه، رپوتیشن میخوای برای سوکت و برای چی بود این چنده نه سوکت این چند عضو میخوام آره نمیدونم دهنت سرویس لول اپ کنی، کلی ریپورتت میکنن، احتمال بعد اینا رو نمیگن که. خب اینا رو کسی به ما نمیگه که مثلا فار بعدی که الان چیز بشه گام پچ کاتا بیاد یا انانم ها برای پالادین توی ناکساراموس 10 نفر رو باید اجیر کنی، کسی اینا رو نمیگه که واجی ساعتی 2K میده. خب اون بنده خدا میگیم بریم بزنین دیگه. شما وقتی نمیدونی پارسا جان میای مثلا میگی من به درد نمیخوره، من نمیتونم چیز کنم، اصلا ارزش نداره، باید 10-20 نفر بریم. نه واقعا شما اصلا گیرم 10-20 نفر ایرانی از کجا میخوای بیاری که با تو پاشم میام بلگزون؟ یارو 1000 تا کانتنت دیگه میتونه بزنه که به سودشه، واسه چی پاشه به اون کانتنت رو بزنه؟ اگه اینجوری بود چرا اینا پلیر سولو دارن گنگ میکنن؟ این یه بحثشه. خب شما اومدی راجع به این گیم صحبت کنی، خب بدترش کردی. حالا شما زودتر گذاشتی بیشتر ویو خورده اون ویدیو، بالاتر چیزت میکنه، ساجستت میکنه. حالا ما چیزی نداریم، ما چشاشی نداریم آقا بگیم آیتو رو چرا ساجست میکنه ما رو نمیکنه. بحث من که اون طرفی که میخوام بده گوشات بازی در میاره میزنه رو همونا. خودمون هم همچه رو لینک اول صفحه اول کروم پایینتر نمیریم، دو تا لینک اول میزنه رو میگه خب دیگه اونو میبینه میاد بعد میاد یقه ما رو میگیره مخ ما رو میخوره. چرا؟ چون یه اطلاعات غلطی بهش رسیده. خب حالا چه من اطلاعات غلط بدم، چه شایان بخواد راجع به این اطلاعات غلط بده، چه شما باشید، گن میزنه تو اون پلیر. این از این. انا من
این فایت شما میگی 40 نفر رو واکنم، 40 نفر اصلا یعنی چی؟ 40-50 نفر آدمو برداری تنها توی دو تا حالت این کارو میتونی بکنی شما. یک، زیویزی داشته باشی برای اون گیلد، برای اون منطقه‌ای که داری براش فایت میدی. دو CTA باشه، تو CTA هم درش 2 تا پارتی میبرن، اگه جور شه 2 تا پارتی، یه پارتی. حالا هم بگو 40 نفر شما، اون 40 نفر بعد اونجا میرن چیکار میکنن؟ انا من اینو ببینیم به شما نشون بدم بگم چی میشه. به خدا اونایی که وفلرن هیچی از اینو الان نمیفهمم. وقت فوکم بابا این چه گیمیه. They're all on the road. So absurd. Guys, they're all this west one. We gotta clear the bridge. Cross the bridge. I want to break the bridge. I know the bridge. This one for them. Cross the bridge. Give me long on the bridge. Give me long on the bridge. Give me long on the bridge. Get another bridge. They get it. Doorfist. Doorfist, come. I died. Key. Oh my god. و کارم شاد کالرشون مرد و اینا. این زیویزی آلبیونه. یه نفر نیست اینجا لوت کنه و اینا همه جنازن آقا. اینا همه اینا که جنازه‌ای که این کیسه طلایی افتاد اینا همه لوته. خب اینا رو آره شما بگیریم. خب این همه پلیر خب مردن، این همه لوت به دست میاد دیگه. پس چرا میگی به دست نمیاد ما نمیتونیم بزنیم؟ گیری مثلا شمایی که TPS اینا برای رین بریکر دستش، خب کارش اینه که اون جلو بره بزنه سری فرد بیاد عقب. اوکی الان به حواسش فقط به لوت کردن باشه. خب اون پارتی به فنا میره. گیری مثلا شما میخواین لوت کنی، همین آقا داره رکورد میکنه، کناریش داره رکورد میکنه، اون لیدر اینا رو همه رو میشینن نگاه میکنن. خب ببینن شما دارید لوت میکنی، اولا که جریمت میکنن یا اون گیل الایس کلا بند میشی و کیک. خب جدی میگم اینا رو. مثلا برای خود من پیش اومده تو گیل EQMS بودم، سرور وست. خب بعد بالا ما ایرانی ها اون موقع خب پینگمون بد بود، FPS مون کم میشه. الان همین آقا چقدر داره میره؟ 20 تا FPS میگیره، اونم تو این شلوغی. من یه جا لک شدم سر پینگم. خب خودم رکورد کردم، لوت لایر هم داشتم، اومده بودن یقه منو گرفته بودن. تا آقا تو چرا داری لوت میکنی؟ شما حساب کنید حق بردن بگی ندارید برای خودتون که بتونید بار کری کنید. خب اونایی هم که اگه میبینید یکی داره لوت میکنه، اون وظیفه به شما اول شده. میگیم خب باشه اینا به کنار، این همه لوت جمع شد دیگه، اینا هم دارید فایت میدید دیگه. برای چی دارید فایت میدید؟ اولی که فایت سر اون منطقه است، سر این هایداته، سر این مپه، سر اون تریتوریشه. خب بریم سر لوتا جمع شد. کل این لوتا رو هر کی لوت کرده باشه لاگی داره. من تو ویدیو ادان نشون دادم لاگو. خب قشنگ نشون میده شما چی اکی از چی لوت کردی. خب چه ترش باشه، چه مال یارت باشه، چه مال اون طرف باشه. خب نشون میده. اینا میاد جمع میشه تو گیلد بانکا، داخل چستای داخل هایدات. خب باش چیکار میکنن؟ اینا رو یا اونایی که ارزش داره رو ریپیر میکنن. خب خودتون رو که موردین ریگر میکنن. خب ستتون رو ریگر میکنن، اون ستی که لوز دادین رو ریگر میکنن براتون. این پول اینجا هزینه میشه. خب یا اونو میفروشن، هزینه میکنن برای آپگرید گیلد، برای حالا کانتنتاشون، برای هایداتشون، برای تریتوریشون و خیلی چیزای دیگه. پس این انقدر هم سوسیس نیست که شما یه خری بیاد. حالا شما من میدونم یه احمق این حرفو به شما زده و من قصد چی ندارم، تو این به خود شما ندارم. یه احمق این حرفو به شما زده، اومده قپی بیاد جلو شما بگه آره من خیلی خدا، من خیلی چیزم، من خیلی حالیمه. گفته آره من اینجوری ما میریم ساعت روزی 500 میلیون در. به خدا نداریم آقا، نداریم، نیست. میگم زرنگ 2 نفر رو من دیدم خب که زرنگ بودن این گیم، خیلی پول در آورده. یکیشون که ول کرده اون داره وفل میده، حالا کار ندارم اون سلیقه خودشه. یه نفر دیگه چون حالا نمیخوام اسم ببرم، یکیشون سینا بود، اون یکی رو اسم نمیبرم. این آقا از دوئل دادن میلیونی پول در میورد، یعنی مثلا سر 50 میلیون 100 میلیون دوئل میداد. آره الان دارم لفظی میگم 50 میلیون 100 میلیون، وای نگاه عجب چه حرکت خفنی. آره خفنه وقتی 2-3 بیلیون فیمت شه. خب به کل ستای آلبیون خب بفهمی چی به چیه، ببینی چی کانتر چیه، چی کانتر چیه، بلد باشی کل این ستا رو، حالیت باشی کی به کی چی به چیه. در اون صورتی که شما میتونی بگی خب ببین من الان یه پی وی پلیر خودم. آره
اونقدر باید وقت بذاری به اون حد برسی. حالا جلوتر سردار میگه خب مثلا چرا دراگون فلایت اکشن نکنم، بوست فلان میگیریم از این بیشتر میزنه. آقا درسته یه جایی وو برداره داره، یه جایی هم آلبیون. حالا فورتین که خودش میگه تو این ویدیو که آلبیون یه گیم خیلی ضعیف‌تره حالا نسبت به گرافیکی، اصلا سیستم آنچنانی نمیخواد، حجم آنچنانی نمیخواد، مثل وو هم بهت گیر نیست، گیم تایم هم نمیخواد، تازه گیم هم نمیخواد بخری. این وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه، حالا ما نمیگه آقا خودم الان دارم وو فلر میدم، خب الان میگه نگاه کن داره وو فلر میده، ما آلبیون طرفداری میکنیم، آقا وو من خدا لیشکینگ دارم پلی میدم. خب یعنی خیلی حرف زدم، خود نمیدونم سر همارم درد آوردیم، ولی خب یه چیزی باید گفته شه دیگه، همینجوری نمیشه باید همینجوری بمونه، چون بالاخره یه جایی باید به این پروسه خاتمه داد. مثلا هم فورتین که گفتم و دمش گرم مثلا کلی وقت گذاشتن دیگه 40 دقیقه رو ادیت کرد که بعضی از اشتباه در میاد. من میتونم بیام از وو ویدیو درست کنم بذارم دو تا چرت بگم منم آره یوتیوبر چیز کانتنت کریئتور وو. من خب نمی‌کنم، چرا؟ درست من 2 سال دارم این گیمو پلی میدم، حالا چه کم و زیادی ما این بالا پایین، خب ولی تا وقتی که اون حد نرسیدم نمی‌دونم رو چیز کنم براش کانتنتی درست کنم، میگم وای نگاه کنید اینجوری شد اونجوری، با اینکه خیلی دلم میخواد. خب شاید من خیلی تایمای فانی داشته باشم دوست داشتم به اشتراک بذارم، ولی خب شاید یکی پیدا شه همینجوری خود همین که مثلا من دارم نقد میکنم یا مثلا در بعضی رو تخریب میکنم، اونم دیگه مثلا به چرت میگی دیگه، مثلا این کارو نمیکنم. خیلی ممنون که تو از اینجا نگاه کردین. لایک و ساب فراموش نشه. چنل دیسکورد ما هم لینکش تو همه ویدیو هست، داخل چنل یوتیوب هم هست دیگه. حرفی نمیمونه. خدا نگهدار.